صبحتون به خیر باشه بچه ها. دوباره شنبه شد و ما داریم میریم صبحانه بیرون بخوریم. قراره که با پاتیشی و محمد بریم صبحانه. یه جایی هست نزدیک خونمون، لوت اسمشه، که در حقیقت یه مبل فروشیه ولی صبحانه های خیلی خوبی میده. قراره بریم اونجا صبحانه بخوریم. این برنامه هر شنبه ما هست، یعنی ما هر شنبه صبح پا میشیم میریم اونجا صبحانه بخوریم. گفتم که این دفعه شما رو با خودم ببرم و آقا سیمبا که بعد بلند شه. پاشو آقا سیمبا، پاشو، داریم میریم بگردیم. پاشو تنبل. بچه ها عطا الان یه روبی رفته ماشین رو گرم کنه. همیشه همین کار میکنه، همیشه میخوایم بریم بیرون یه روب زودتر میره ماشین رو گرم میکنه که من میگم ماشین گرم باشه. هوا 0 درجه شد یهو، خیلی یهو و ناگهانی. خوب بودا. همین چند وقت پیش براتون فیلم گذاشتم که 17-18 درجه بود، آفتابی و قشنگ. یهو شد 0 درجه، اصلا یه وضعیتی. دوست سیمبا، دوستش، های. دوست سیمبا بود. نمیره؟ نه وایستاده و من نگاه میکرد. گفتم بهش میخوای بیای با ما سوار ماشین شی؟ دیگه رفت سک، خجالت کشید. بچه ببینیم اینجا پره جا پارک بهتون پیدا کردیم، پر آدم. یه میکروفون بهت بدم صحبت کن یه دقیقه. اصاب ندارم. چرا اصاب نداری؟ جای شلوغ آوردیم. خوبه جای شلوغی گذاشتیم تو کالسکه. بچه پرو. چه حسی داری کریسمس شده عطا؟ حس خوبی دارم. حس خوبیه. دوباره آهنگای کریسمسی میذاریم. Last Christmas I gave you my heart. خیلی خوبه. رسیدیم به رستوران. ماشاءالله خوب شلوغه. 5 نفری. اون ته چی؟ 4 نفر است. ما گشتیم یه جایی پیدا کردیم بغل کیندرگارتن، چون الان نیکانم که بیاد میخوایم بشینیم یه جایی که بچه ها راحت بتونن بازی کنن و ببینیم چه جایی پیدا کردیم. سلام نیکا، به دوربین سلام کن. صبحانه ما اومد. کالباس، پنیر، 2 تا نون، خیار. پنیرمو دزدید. کاپوچینو. چه کسی پنیر مرا دزدید؟ اسم کتاب بچه حتما پیشنهاد می‌کنم بخونید. خونده بودم بچه بودیم نفهمیدیم ولی قورت بدرم. اول قورت بده. 2 تا کتابای از برایان تریسی. من نمی‌دونستم کی بود. دوستان من باید برم، ببخشید. برو ساندویچ درست کن، پدر بودن سخته. خب ما الان صبحانمون رو خوردیم، اومدیم میخوره اینجا رو بگردیم. بچه این چراغا و لوسترا رو نگاه کنین. اینجا کلا لوستر خیلی گرونه و مثلا یه همچی چیز زشتی، واقعا زشته دیگه، خودمونیم دیگه. بعد کیفیت رو نگاه، اصلا خیلی چیز مزخرفیه. 1300 یوروه یه همچی چیزی و شما اینم 1300 یورو اون پشته قیمتش. مثلا اینو نگاه کنین چه چیز زشتیه. به این سقف زدن چنده؟ 450 یورو. نمیدونم چرا. مثلا اینا چیه؟ ببین چقدر گنده است، اندازه کله منه. 249 یورو. بازی با مزه است. شبیه قده است. 649 یورو. ما همچی فرش گردی میخوایم واسه زیر میز غذا خوریمون. همچی چیزی لازم داریم. قیمتش اونوره. بذاریم چنده؟ 1400 یورو. فرش ننوشته کجاییه. هندیه. فرش هندیه. اینم قشنگه. چه گرمه. قشنگ از ایناست که جون میدادم روش قل بخوره. قیمت داره؟ نه قیمت نداره. شاید این پشت مشتاش باشه. یه چیزایی نوشته اینجا که قیمت نیست، ولی مثلا این 2999 یوروه.
اینم قشنگه ها. 3550 یورو. کشمیره. او زایده است. 100% زایده است. ابریشم. اینم با مزه است. ولی کوچیکه. 500 یورو. هندی هم هست. اینا حراج شده. از 199 مال ایران. ولی به از این راه رویاست فکر کنم ها. از ایناست. نه راستی این گنده است. نه دیگه ببین درازه برای راه روه. همینم 199. نه آره اینم 199. خوبن ها. البته من قیمت فرش تو ایران نمیدونم چطوریه. ولی نه باحال به نظر میان. ایران ارزان‌تر. بچه اینو نگاه کنین. من همیشه دوست داشتم از اینا داشته باشم تو خونمون. میبینین؟ ولی 500 یورو اینجا. تازه 800 یورو بود. 900 یورو بوده. شده 500 یورو. حالا من رفتم این بدنشو از مصر 30 یورو خریدم. توشو خرت و پرت چپوندم شد اون شکلی. بچه ها ما رفتیم یه دور زدیم. بعد دوباره برگشتیم سمت این فرشا. ببینید. بعد با خودمون گفتیم بیام یه فرش بگیریم دیگه. ما این همه مدت فرش نداریم تو خونمون. بعدم فرش ایرانی می‌خواستیم. فرش چیز آره بس یعنی ماشینی از این الکی‌ها زیاد داشتیم. از این فرشای الکی که مثلا 100 یورو 200 یورو اینا بود. بعد دیگه همه رو انداختیم بیرون. الان هیچ فرشی نداریم. بعد گفتیم حالا که الان اینجاییم واقعا یه فرش بگیریم. بعد بچه‌ها اینا رو نگاه کردیم. اینا 1200 یورو هن. البته نه این شکلی نه ها. مثلا ما داریم بین این فکر میکنیم. این به خونمون نمیاد. این نمیاد. ولی ببین چه گرمه. قشنگ خونمونم گرم میشه. آره یه دلیلش اینه که زمینمون خیلی سرده. آره همسایه هم پایین نداریم. گرماش نمیاد اصلا به پایین. سخت چی میگن؟ خونمون آره همیشه سرده. حالا الان یکیشو انتخاب کردیم. به آقای میخوایم بگیم بیاره ببینیم و بگیریمش دیگه. آقای گفتش که الان اینجاست فرش. میتونی برداری ببری. بعد ما گفتیم که تو ماشینمون جا نمیشه که آقا. هیچی. زنگ زدیم به بابام. قرار شدش فردا الان ما فرش رو میخریم. پولشو میدیم. نگر میداره برامون. فردا با ماشین بابام که بزرگتره میایم میگیریمش. بالاخره فرشدار شدیم بچه‌ها. فکر کنم به این ولاگ دیگه نرسه. ولاگ بعدی احتمالاً تو خونه فرشمون هست. بهتون نشون میدم که چه شکلیه. خب ما الان یه سری خرید مواد غذایی داشتیم که گفتیم سر راهمون بیایم اینجا و چیزایی که می‌خوایم رو بخریم. یک بسته نیم کیلویی اسفناج پیدا کردیم. کو قیمت 3 یورو. کیلویی 6 یورو. یه بسته 150 گرمی زنجبیل لازم داریم. 2 یورو 49 سنت. یه بسته کرفس برمی‌داریم. ساقه هاشو لازم داریم. کیوانو. تو اتریش هم جالبه که توی خود اتریش میکارن. جالبه ها. نه از این چیزای آسیایی نیست. همون استوایی ولی تو اتریش میکارن. ما از اینا گرفتیم. احتمالا فیلمشو دیده باشین. پوملو گرفتیم. یه چیز خشک بدون آب بدمزه بود انداختیم بیرون. یه بسته هم لیمو ترش لازم داریم. ببینم گردوهاشو. آره میتونیم. از اینا میتونیم برداریم خودمون بشکنیم. 1 کیلوش 8 یورو. کیلویی 8 یورو. این چیه؟ این یکی کیلویی 35 یورو. چرا اون کیلویی 8 یورو؟ هدف ما از اومدن به این سوپرمارکت اینه که من توی اینستاگرام یه معجونی دیدم که گفته اگه هر روز ناشتا اینو بخوری دیگه بال در میاری دیگه. انقدر چیز مفیدیه. حالا الان اومدم اونا رو موادشو بگیرم که رفتیم خونه یه سموتی مشتی ازش درست کنم با هم بخوریم. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوینا. به نظر چیز بدمزه قراره بشه ولی خیلی مفیده. عطا رو 2 دقیقه که تنها میذاری میاد قسمت مشروبات الکلی. خدای شیشه‌هاش خیلی خوشگله. همون جالب اینه که اصلا الکل هم نمیخوریم ما واقعا اصلا الکل نمیخوریم ولی ببینید چه خوشگلن. گلنفیدیچ ویسکی اسکاتلندی سکاتچ.
56 یورو. هنسی که کنیاکه 45 یورو. جک دانیلز 29 و 99 30 یورو. این جنتلمنش جک دانیلز جنتلمن 38 و 90. شیواز رگال که ایران خیلی زیاد بود 68 یورو و 90. بچه اینجا هم که پونچ گذاشته، پونچ و گلوون، شراب‌های داغن که فقط کریسمس میشه میاد، زمستونا یعنی. اینا رو میریزن تو قابلمه، میجوشونشون و داغ داغ نوش جان میکنن. خیلی هم خوشمزن. گردوامون ریخت بیرون. یادتونه من میگفتم خونمون پر خرچوسونه است؟ مخصوصا تابستونا. الان با این که زمستونه اینهاش ببین داره اینجا قدم میزنه. بگیرش. چه پرو هم هست، چه جایی سختی میره. همه چی داری نمیخوای بگیری. برو چرا لهش کردی؟ نکن. سیر شدیم. مواد لازم برای سموتی که میخوایم درست کنیم: 2 پیمانه اسفناج تازه، 2 ساق کرفس، 2 عدد هویج، سیب سبز، لیمو ترش، زنجبیل تازه، 2 تیکه کوچک که اونم خریدیم و آب به مقدار دلخواه. بریم ما هم درست کنیم. اول از همه مقداری از این اسفناجا رو بشوریم. البته خیلی از سبزیجات ها اینجا شسته شده است ولی روش می نویسه، مثلا اینو روش نوشته قبل از استفاده بشورید، ولی بعضیا رو مثلا نوشته شسته شده است، نمیخواد بشورید. 2 عدد ساقه کرفس. فکر کنم چون خیلی گنده است یه دونه بس باشه. 2 تا انقدی میریزیم. حالا ببینیم چی میشه. 3 تا بریزم. یکی دیگه هم میریزم دیگه، اب نداره. 3 تا انقدی. بچه بیاین چیز جالب براتون تعریف کنم. ما چند وقته که خونمون جن داره. خیلی جدی. چند وقته همه چیمون گم میشه. هر چی میذاریم مثلا اینجا میایم میبینیم نیست. من اول فکر کردم مثلا عطا سر کارم گذاشته. بعد دیدم که نه، مثلا اینکه بیچاره منو سر کار نذاشته، چون خودش هم یه سری وسایلش گم میشه. بعد عجیب ترین قضیه این بود که چند وقت پیش داشتم میرفتم سر کار، بعد چیز کردم باز خودم یه ظرف غذا هویج رفت، ظرف غذا واسه خودم ماکارونی کشیده بودم که ببرم سر کار. بعد گذاشتم روی جا کفشی، گفتم بیام بالا غذای سیمبا رو بریزم بعد برگردم. بعد اومدم برم بیرون، ورش دارم دیدم نیست. وا مگه میشه؟ آقا من هر جا رو گشتم نبود. حتی میگه شاید سیمبا برداشته. میگم بابا تو ظرف پلاستیکی، ظرف گنده اینقدی ماکارونی نبود. هر چی گشتم و مطمئنم که برداشتم و حتی عطا هم دیده بود که تو یخچال بود و من برداشته بودم. ولی الان نزدیک چند روزه، فکر کنم یه هفته شده، هر چی میگردیم پیدا نمی‌کنیم و همینطوری خیلی چیزا داره گم میشه. خیلی اتفاق عجیبیه. خلاصه بچه‌ها ما خونمون همه چی داره گم میشه و واقعا دلیلش رو نمیدونیم چیه. حالا اگه شما هم این مشکل رو دارین یا داشتین، یه کاری کردین که مشکلتون درست شده، برطرف شده، حتما برام بنویسین، حتما کامنت بذارین. 2 عدد هویج. اینو خورد میکنه نشکنه. بچه اینو نگاه کنین، این دستگاه سبوتیگیرمون رو نگاه کنین. خب خورد میکنه دیگه. فقط اینو من 20 یورو خریده بودم، مال WMF هم هست. بعد یه آقای اینجا بود که تو پشت صحنه واسه داره میخنده. اینو انقدر نمیدونم چطوری باش برخورد کرد که یهو این گیره های این شکست پلاستیکش. واقعا چطوری اینو شیکوندی؟ نمیرفت جا نمیافتاد، با زور خواست ببنده. بعد این شکست. بعد رفتم اونجا گفتم که اینو من میخوام. گفت 25 یورو. گفتم وا دوست عزیز من کل دستگاه 20 یورو خریدم، واسه این 25 یورو میخوای؟ گفت آره دیگه همینه دیگه. هیچ مجبور شدم 25 یورو گرفتم چون اون موقع دیگه این وجود نداشت. یه چند وقتیه که توی آزمایش خونم گفته که آهن بدنم کمه. بعد از چت جی پی تی پرسیدم که چه کار کنیم که آهن بدنمون زیاد شه. گفت اسفناج بخورید. کرفس بخوریم. بیا بیکار وای نسو، بیا آب اینو بگیر. چای سوال ملوان زبل تلف می‌خورده یا اسفناج؟ بابا اسفناج بود. اصلا یه چیز مشخصیه. بیا آب اینو بگیر. چرا؟ برای اینکه اصلا من یادم اون کنسرو بود، چی بود حالا اون جعبه‌ای که وا می‌کرد روش یه عکس گنده اسفناج بود، روش هم نوشته بود سپیناچ. ممکنه است سپیناچ.
نه ما تو کانال فوکس و RTL و اینا نگاه میکردیم خارجی. اگه تو اینو نگاه نه اصلا دروغه اون چیزی که به شما گفتن که ماریجوانا میخورده زورش زیاد میشده. اینقدر زنجبیل میندازیم. انگوشتم گیر کرد. انگوشت شادی هم میخوره. بعد آب بریزم تو. هر روز صبح ناشتا 1 لیوان از اینا بخورین آهن بدنتون زیاد میشه که هیچ، تمام سموم بدنتون هم خارج میشه. 1 لیوان برداریم. اینو باید همچنان با آب قاطی کنیم وگرنه نمیشه خورد. میتونست بیشتر خوب شه. احساس کنم دندونام همش سبز شد. من یه فیلم دارم که راجع به خونه‌مون توضیح دادم، راجع به اجاره خونه و این چیزا. احتمالاً دیده باشین، اگر هم ندیدین لینکشو میذارم این زیر، برین حتما ببینین. توی اون توضیح دادم که خونه ها مدلشون چطوریه. آها راستی بچه‌ها، اول اینو میخوام بندازم. یادتونه توی فیلم قبلی بهتون نشون دادم اینو بندازی توی ماشین لباسشویی، تو موهایی که هستشو جذب میکنه به خودش. ما به خاطر سیمبا این کارو میکنیم. اول اینو میندازم این تو، بعد لباسا رو میندازم. اینو داشتم میگفتم یه سری از خونه‌ها هستند که مثل خونه ما یه مقدار اجاره بیشتر میدین ولی از یه سری امکانات استفاده میکنی که این آپارتمانا بهتون میدن نسبت به اون اجاره بیشتری که دارین میدین. مثلا برای ما چیزایی که داره اینه که خوشکن داره. مثلا یه سالن داره که توش چند تا ماشین لباسشویی و خوشکنه و شما مجبور نیستی که مثلا تو خونت اینا رو داشته باشی. ما حالا به هر حال ماشین لباسشویی رو داریم چون دلمون نمیاد بریم با لباسای مردم لباسمون رو بشوریم، ولی از خوشکنش زیاد استفاده میکنیم، مخصوصا زمستونا. چون تابستونا که به هر حال همش میندازیم توی بالکن و لباسا سریع خوش میشن، ولی زمستونا اینجا چون رطوبت هم خیلی زیاده، خونه ها هم خب نسبت به خونه های ایران سردتره، واسه همین ما میریم میندازیم خوشکن. حالا چیزای دیگه هم داره، مثلا نسبت به اون اجاره‌ای که بیشتر خونه مردم میدیم، خونه های دیگه میدیم، یه اتاق داره که فیتنس روم، سونا داره، یه سالن مهمونی داره و این چیزا. ولی ما چیزی که ازش خیلی استفاده میکنیم این خوشکن است که قراره با هم دیگه بعد از اینکه لباسا شسته شد بریم از خوشکن هم استفاده کنیم. خب لباس ها شسته شدن و من الان میخوام بریزم این تو که با خودم ببرم پایین تو خوشکن. اینجا رو هم بهتون نشون بدم. یه همچین چیپی داریم که این چیپ رو میزنیم اینجا و این دره باز میشه. اینجا جاییه که خوشکن و ماشین لباسشویی و همه چی هست. اینو بذارم اینجا. سنگینم از شبه. ببینیم بچه‌ها، اینجا 2 تا خوشکنه، اینا 4 تا ماشین لباسشویی هن. اینم فکر میکنم اتوه، من تا ازش استفاده نکردم. اینجا هم پول شارژ میکنین، برای هر یه بار استفاده کردن 50 سنت باید پرداخت کنین. از اونجایی که فیلم قبلیم که توش آشپزی کرده بودم ازش استقبال خیلی خیلی زیادی شد و کلی کامنت اومد که نوشته بودین تو رو خدا از آشپزی کردنت بازم فیلم بذار. گفتم بیام این سری با همدیگه چی درست کنیم؟ هویج پلو. هویج پلوه. سرچ میکنیم طرز تهیه هویج پلو با مرغ، چون مرغ داریم تو خونه، گوشت نداریم در حال حاضر. قرار همچین چیزی بشه بچه ها، ببینیم حالا میشه یا نه. موادی که لازم داره برای تهیه هویج پلو با مرغ: غذای مجلسی به همراه نکات ریز در خوش‌طعم شدن آن. هویج میخواد 10 عدد. پیاز میخواد ربع، سینه مرغ، کره، ادویه پلویی که ما نداریم ادویه پلویی، روغن، زعفرون، زردچوبه، نمک، فلفل، خلال پسته و زرشک هم داریم و شکر.
حالا نمیدونم شکر بریزیم نریزیم، هویج به هر حال خود شیرینه دیگه، شکرم بریزی دیگه خیلی تو ماچ میشه فکر کنم. بچه یه اتفاق خیلی عجیبی برام الان افتاد. الان عطا دوباره میگه ولش کن. باورم نمیشه همچین اتفاقی برام افتاده باشه. تو زندگیم همچین چیزی تجربه نکرده بودم. ما الان رفتیم سوپرمارکت دیگه که فیلمش هم دیدین، رفتیم سری خریدا کردیم که اسموتی درست کنیم. وایستاده بودم اونجا که پول حساب کنم، بعد دیدین بغل مثلا اونجایی که پول حساب می‌کنین صندوق یخچال گذاشتن که مثلا بستنی‌های مختلف توشه. خودم گفتم بذار یه بستنی بردارم دیگه. آقا من این در همونجوری که وایستاده بودم تو صندوق که منتظرم بشه، در یخچال رو که وا کردم بستنی بردارم، از بالا تا پایین همش ریخ رو کلم. بعد من اصلا همینطوری شوک وایستاده بودم. بعد اصلا انقدر توقع نداشتم همچی اتفاقی بیفته، مثلا یکی بیفته اوکیه، ولی اصلا من اصلا ور نداشتم تا در رو وا کردم همش ریخ پایین. بعد دیگه انقدر تعجب کردم که در رو همون موقع بستم و دوباره وایستادم تو صندوق. ترسیدم. در حقیقت سهلنگاری کسیه که چیده اونجا دیگه. بعد یهو اون خانومه که تو صندوق داشت کار میکرد داد زد سرم که نمیتونی در رو ببندی، باید بچینی، ریختی پایین باید بچینی، یعنی چی این کار؟ بعد من اصلا برگشتم گفتم ریبیته؟ گفتم چی؟ بعد خانومه دادا که آره بچین سر جاش، ریختی الان وایسادی اینجا. بهش میگم ببین من در رو وا کردم ریخته رو سرم. اولا اینکه تو بعد بیای از من معذرت خواهی بکنی، بعدم اینکه اصلا اینطوری که چیده شده الان شانس بیار که وقت ندارم، وگرنه میرفتم رئیستو میآوردم میومد اینجا پاپیونت میکرد. به خدا اینقدر یعنی شوکه شدم. اولا اینکه ریخته رو سرم، بعد طرف اومده دعوامم میکنه که چرا ریخته رو سرت. اصلا خیلی اتفاق عجیبی بود. همچین تجربه‌ای تو زندگیم نداشتم. منتظری به هویج بدم. بیا. پشت صحنه که الان اومدن به جلوی صحنه به همون گفتن که با این که هویج پلو درست نمی‌کنن. لحنش این بود. واسه همین تصمیم گرفتم خریدی که ما هفته پیش از سایت تمو کردیم و امتحان کنم و توی این عکسش دیدم که میگه هویجو این شکلی با این ببر. اینه. اگه فیلم هفته پیش منو ندیدین که راجع به خریدایی که از سایت تمو کرده بودمه، حتما بریم ببینین، کلی چیزای بال خریدم. الان اینو امتحان کنیم ببینیم چطوری میشه هویجمون. الان اینو من نصب میکنم اینجا. این که کوچیک‌تر از چیزیه که اون رنده میشه. فکر کنم واسه هویج پلو یه خورده کوچیک باشه. حالا ببینیم پیاز اونجوری که باید میکنه یا نه. دراز شد. مربع میخواستیم آخه چطوری دراز شدین که مربع باید میبری؟ نه دیگه طولی چیز شد. با خیلی کار سخته که الان باید برعکس کنی دوباره، نه؟ سخت‌تر شد. ما الان هویجا رو داریم تفت میدیم. این که میبینین قیافه‌هاشون فرق داره، دلیلش اینه که من رنده کردم. بعد دیگه عطا اومد گفت رنده کردن به درد نمیخوره، بده من خودم برات ببرم. خلاصه این که الان نصفش رنده شده است، نصفش هم با چاقو بریده شده است. الان هیچ ایده‌ای ندارم که هویجا چقدر باید پختشن و توی اون سایت هم چیز دقیقی ننوشته. حالا نمیدونم، الان دیگه به نظرم اوکیه دیگه. فقط خواستم از همین جا بهتون بگم که یه وقتی خدایی نکرده از فیلمای من شروع نکنین آشپزی یاد گرفتن. خیلی بد میشه. یه چیزی که واسم خیلی جالب بود اینه که توی این وبسایت گفته که سینه مرغتون رو مربع خورد کنین. حالا دلیلش چیه رو نمیدونم. من مثلا خورشت هویجی که همیشه میخوردم، سینه های مرغ اینطوری درسته میذاشتن، مثلا زرش بل با مرغ اونجوری میخوردم. اینا رو اینطوری خورد کردم و میخوام اضافه کنم به اینجا هم که به گند کشیده شد. ببینیم چی میشه دیگه. آخر سر میدونین من یه اعتقادی که دارم تو آشپزی اینه که آدم غذای مفید میخوره چون مفیده. حالا مزهش مهم نیست دیگه، مهم اینه که هم مرغ مفیده، هم پیاز و سیر و هویج و برنج و اینا همشون مفیدن. حالا اینکه در نهایت مزهش چی میشه واقعا مهم نیست. زرشک و خلال پسته هم دارم تفت میدم چون توی سایت نوشته
ولی عطا میگه که هویج پلو اصلا این چیزا رو نداره. اینا رو هم گفتم یه خورده تف بدم. چه رنگ و بویی، به به به. هویجم هم له شد و قرار اینا هم با همش قاطی شه. حالا اینکه در آخر مزه‌اش چی بشه با خداست. بالاخره هویج پلوی ما پخت. عطای گشنه داره میکشه. چطوری شده؟ چرا اینطوری میگی خوب شده؟ یعنی چی؟ تدیکی سوخت؟ نه چی تدیکی شد؟ ببینم قیافشو. فقط این قاشق بهم اینجوری داده که بکشم دیگه، کفگیر نداد. ببینین بچه ها، خدای من خودم تا حالا هویج پلویی که دم بکشه ندیده بودم. همیشه مثل زرش پلو جدا جدا میخوریم. چه مزه ایه؟ خیلی خوشمزه است. شبیه غذا چینی شده. نگاه کنید. قشنگ شبیه غذا چینی شده. مرغش هم همینطور. خیلی خوشمزه شده. اصلا آشپزی شادی خاقانی توی دنیا تکه. مگه نه؟ بله تکه. بریم غذا بخوریم.